و آموزگاران گرامی، پیش از همه تمام شما را با روز جوانان تبریک و تهنیت میگویم و بعد از آن چی گفتنی دارم. یعنی کافدره عمومی طبی در روز جوانان تصمیم گرفته است که یک بازی شوق‌آور یعنی با دانشجویان برپا کند. یعنی این آزمون چی نام دارد؟ آزمون نام دارد حسی طمع. یعنی چه شما میدونید کافدره عمومی طبی فنهای آناتومی و فیزیولوژی و عموما تخصصهای طبی دارد. پس برای همین آزمون ما نیز با طب علاقه‌مندی دارد. یعنی عضوهای حسی ها چه شما میدونید 5 تا نمخی است. یعنی شنوایی، بینایی، حسی طمع خب و حسی لامسه خب داخل میشه نمخی است. خب پس یعنی در آزمون مذکور ما تصمیم گرفتیم با شما خب تصمیم گرفتیم آزمون حسی طمع گذرانیم. یعنی فهمیم که همین دانشجوهای ما رو یعنی حسی طمعشون نقص کار میکند یا نه، یعنی مزه را میفهمند یا نه. پس بنابر همین برای ما 3 نفر دانشجوی خواهشمند یعنی اشتراکچیانی که خواهشمند باشند لازم هست. خواهشمند یگان کس 3 نفر بیو مرامت 2 نفر 1 نفر دیگه. اگر خواهشمندا زیادی باید باشه میتونیم نوبت قطعی بذارونیم. خب پیش از همه از آموزگار یعنی میرزای و خواهش کرده میشد که چشمانشان رو بنده. یعنی آزمون حسی طمع از چی عبارت است؟ یعنی ما باید مواد غذایی رو نادیده از روی مزهش یعنی که یابیم که چیست همخی است. مرحمت خب یعنی ما در روی میز یک چند نامگویی یعنی موادهای خوراکی سبزیجاتی میوگی چیزی باشد نباشد تیار کرده. دانشجویان ما از این چیز آگاه نیستند که در روی میز کدام نمودی مواد غذایی است. خب شروع میکنیم از اشتراکی رقم 1. مرحمت درست یعنی حسی طمعی با دینی درست کار میکرده است. با فکر شما پامیدار حسی طمعی پامیدار نیست درست کار میکرده است. اشتراکچی رقم 3. خب با فکر شما چی؟ خب یعنی با حسی طمعی سیب کمک مشکلی بود است. دیرتر میفهمید است که سیب خورده است. یعنی میخره سیر میشه بعد میفهمد سیب خورده. خب مرحمت اشتراکچی رقم 1 2. خب قروت بسیار خوردگی چکر هم میدونه چیه. اشتراکچی رقم 2. خب با فکر شما چی؟ خب ما فکر کردیم نمیاد لیکن یافت. مرحمت اشتراکچی رقم 3.
آب از آب تنقیصی نداشته است. نامگوی رقم 3. خب و فکر شما چی؟ سیر پیاز سیر پیاز یعنی چیز ناک ها؟ درست. مرحمت میرم. و فکر شما چیست؟ آلو چمنده دانش هم خوردن خیلی هیچ گم نه. شیبیک خب درست یعنی شیبیک با زبان روسی اوکرو هم خیست. خب یعنی ما مرحمت کشید چشمشون. خب ما خلاصه براری کردیم که دانشجویان ما حسی تامشان در سطح عالی است. یعنی تمام نامگوهای مواد غذایی را یعنی ماهرانه جوابهای درست دادن هم خیست. خب